آثار بلوچی وانگجا. جایگاه زبان بلوچی در بین زبانهای جهان. زبانشناسان زبانهای بزرگ دنیا را به 13 خانواده بزرگ تقسیم بندی می کنند که زبان بلوچی جزو خانواده زبانهای هندواروپایی است. این خانواده از بزرگترین خانواده‌های زبانشناسی به شمار می آید. سپس در دست زبانهای ایرانی و زیر دست زبانهای ایرانی شمال غرب جای می گیرد. زبانهای شمال غربی نزدیکترین زبانها به زبان بلوچی هستند: کردی، گیلکی، تالشی، مازنی، تاتی. همچنین دیگر زبانهای ایرانی هم قرابت‌هایی با زبان بلوچی دارند مانند پارسی، لری، پشتو. با همه این تفاسیر زبان بلوچی یک زبان خاص با ویژگی‌های منحصر به فرد است. این زبان از قدیمی‌ترین و دست نخورده‌ترین زبان‌های حال حاضر این خطه جغرافیایی است. هاوند میار باتید